قانونی نوی جمهوری قرقیزستان قبول شد که مسلح کردنی اهالی ولایت باتکن رو اجازه داد. حتی زندانیان رو، یعنی که اگر پیش رفته در باتکن زندگی کنی آزاد. پس همین حدودی که قرقیزستان در دستش دارد بیش از 10 برابر حدود شهر دوشنبه است. 10 برابر حدود شهر دوشنبه با همون ناحیه‌های اضافه شده اطراف. او تقریبا از نیمی وحدت تا نیمی حصار میشه یک دوشنبه حاضره. یا اینکه در مثال کشورهای خارجی گیریم، مثلا قریب برابری حدود کشور لوکسمبورگ در اروپا، یعنی کشوری از بحرین 600,000، یعنی 2 برابر حدود بحرین، 2 برابر حدود سنگاپور. یعنی خدر گپ درباره یک سرزمینی بسیار کلان میرود. این خیلی است که گپ درباره هم چهارراهی واروخ باشد و یا درباره جماعت واروخ یا دهه مثلا خواجه اعلی باشد و ما فکر کنیم که همون قدر بحث است. بحث و قدر نیست. اکنون به درون همین بحث اگر بیاییم، چرا نزاع میشود؟ یکم عامل از همه کلان نزاع این زمین است. دوم عامل چراگاه است. سوم مسئله راه، هم راهی به واروخ، همه جا مسئله راه. چهارم مسئله برق، سیمی برق. پنجم مسئله آب بسیار مهم است. تقسیم دریای اصفهان، تقسیم آب در همه منطقه، ولی مشخصا اون چه مثال میره. ششم مسئله گذرگاه، مثلا این راه ماشینی، همین گذرگاه حتی عادی انسانی، مثلا در دهه خواجه اعلی خانه‌های خیلی نزدیک بین هم که حتی از خانه همسایه خانه او همسایه روی از حدود قرقیزستان میگذری، برای همین نمیمونه. اینا برای رفته او با بالای قشلاق با همین خانه همسایه بیای. خلاصه راه گذرگاه، راه ماشین دیگه است، با راه گذرگاه درون. و یک چیزی که ببینید چقدر دردناک است مسئله قبرستان. ما 3 مورد داریم که قبرستان‌های اجدادی مردم ما اکنون شدن حدود قرقیزستان. از اونها در این خسته‌ورز 2 مورد هست. مثلا قبرستان از راه اون طرف بوده، در طول 100 سال، چند صد سال همه گذشتگان مردم اینجا خاک شدن. اکنون مرز کشیده است، میگه قرقیزستان است. دیگه اگر خواهد حتی سر قبر پدرش رفته یک دعا کند، باید ویزا گیره قرقیزستان را، یا اونها ممکن است بروند. حالا که به چشم دیده میشه که این قبر پدر این 100 متر اون طرف، ولی رفته نمیشه. این اینجا فوجیه خیلی انسانی هم هست. الان خیلی مسئله ها باعث میشه که وقتی انسان ها با این مسئله روبرو میشن، اون نوع بسته از سیاست دولت، نوع بسته از مسئله سیاسی، اون مثلا میخواد که سر قبر پدرش رود. 2 قرقیز رو میزند مثلا. این میشه نیسا آغاز. یا که اون فرزندش میخواد به همین راه نزدیک مکتب رود. رفته به او بالای قشلاق نره، همین که گذره. این گذرد میگه که از محله قرقیزا گذشتش رو سرحد ویران کنی میزند. یا که مثلا میخواد پلیسش آبی که 1000 سال هفت پشتش از همین آب داده است. میگه این آب قرقیزستان است، میبنده. میشه نزاع. یعنی نزاع‌ها در محیط واقعی زندگی مردم جریان دارند. این زمین‌ها رو دادنی نیست. 3 مثال میارن که چه خیلی بفهمیم دادنی است. اول اینکه همین زمین‌ها اکثرشون بودن جزئی ولایت اوشی جمهوری قرقیزستان. سال 1999 دولت قرقیزستان یک ولایت نو تأسیس داد با نام ولایت باتکن. ولایت باتکن نبود. از همین حساب زمین‌های از حساب تاجیکستان گرفتن اکثرا شد ولایت باتکن. یعنی ولایت باتکن بیشتر همین زمین‌ها رو فراهم کرد. دوم یک قانونی بسیار مخصوص قبول کردن همین سال 21، یعنی 2 سال پیش، 1 سال پیش، درباره مقام مخصوص ولایت باتکن. یعنی در این قانون نوشته است که هر شهروندی که رفته در ولایت باتکن زندگی کند، تجارت کند، خونه کند، از همه اندازها آزاد. در این بند 14 همین قانون نوشته است که دولت باید تمام شرایط به وجود بیارد که مردم رفته در باتکن زندگی کنند. پسیولکه ها، قشلاق ها، دهه های اهالی نشین نوی قرقیزی اونجا به وجود بیاید. و اگر یک کارمند، یک معلم رفته در باتکن معلم شود، معاشش 2 برابر. یک دکتر رفته در اونجا کار کنه، معاشش 2 برابر. یک سربازی که در ولایت باتکن خدمت میکنه، معاشش 2 برابر. یک افسر. پس همین معناش که این اینجا دادنی نیست، بلکه قوی کرده است.
چرا این مسئله مهم است برای قرقیزها؟ چون که همین جغرافیای جابجایی مردم خودش میگوید که این منطقه تاجیکان است. چرا؟ چون که در این سه جماعتی که در سرحد بادکن ما داریم، جماعت واروخ و چارکو و سرخ، بیش از 100,000 نفر تاجیک زندگی میکنند، 104,000 تقریبا. اما در همین میان همگی 6,000 نفر قرقیز است. پس همین 6 کجا و 105,000 کجا؟ این نشون میده که اهالی اینجا کی هست. و این 6,000 قرقیز هم در این 30-40 سال اخیر آورده شمردن. بنابراین اهالی تهجایی اونجا که 90% زیاد رو تشکیل میکنه در اون وادی تاجیکان هستند. بنابراین قرقیزستان میگه که برای تشکیل کردن دهه‌های قرقیزی اینا مواد ساختمان، اینا امتیاز، اینا از انداز آزاد، اینا راه روید اونجا معاش 2 برابر، بهترین مکتب، بهترین خانه همونجا میسازن. حتی زندانیان رو، یعنی که اگر پیش رفته در بادکن زندگی کنی آزاد، یعنی به یک طریق همینجا رو اهالی نشین و قرقیز نشین کرده. و از همه مسئله سنگین که من همین تقریبا 2 ماه یا 1 ماه پیش 20 اکتبر سال 2022 قانون نوی جمهوری قرقیزستان قبول شد که مسلح کردن اهالی ولایت بادکن رو اجازه داد. یعنی عملا به اینا سلاح داد که مثلا شما اینجا همچون ولی ما قرارداد میکنیم که مثلا باید دو طرف قوه‌های حربیش از سرحد چند کیلومتر دور نگاه دارد و قوه حربیش هم که بیرون بره، همین اهالی قشلاق خودش به یک ارمیه تشکیل تبدیل داده است. همین سه چیزی که گفتیم، یکی تاسیس ولایت، یکی از این امتیازها، سوم همین مسلح گردانی اهالی، اینا نشون میده که یعنی همسایه عزیز این زمین‌ها را به آسانی دادنی نیست.